أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید که باب وداع صاحب و وصیته یا وصیته. خب در این باره یک آیت و چند حدیث میورد که چند حدیثش خوندیم و امروز حدیث 714 را میگیریم. و عن سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضی الله عنهما كان يقول للرجل اذا اراد سفرا. میگد که از سالم ابن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت است که هر آینه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگفت که کان یقول للرجل اذا اراد سفر، بود میگفت مردی را که میخواست سفر بکند، یعنی هر کسی که میخواهد سفر بکند، عبدالله ابن عمر میگفت که ادن منی، یعنی که به من نزدیک شو. ادن منی یعنی که به من نزدیک شو. حتی اودعک، تا اینکه من با تو خداحافظی کنم، تا اینکه من با تو وداع بگویم. کما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یودعنا، چی طوری که بود میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما خداحافظی میکرد، با ما وداع میکرد. فیقولو، پس میگفت، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که استودع الله دینک، یعنی که به امانت میسپارم به الله تبارک و تعالی. استودع یا امانت میسپارم به الله تبارک و تعالی دینت را، یعنی به الله میسپارم تو را دینت را. و امانتک، و همچنین امانتهایت را به الله تبارک و تعالی میسپارم. و خواتم عملک، و آخری کارهایت را همچنین، خاتمه کارهایت را یا عاقبت کارهایت را همچنین به الله تبارک و تعالی می سپارم. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده که است. و قال حدیث حسن صحیح، و گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این حدیث همچنین موضوع باب که وداع گفتن با رفیق و با دوست و با شناس ها، که در این جمع استودع الله دینک و امانتک و خواتم عملک، این دعای نیک در حقیقت است، در حقیقت کسی که سفر میکند. و بعد از این حدیث 715 و عن عبدالله بن یزید الخطمی الصحابی رضی الله عنه قال، از عبدالله ابن یزید خاتمی صحابه رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اراد ان یودع الجیش، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که میخواست خداحافظی بکند با لشکر، یودع یعنی وداع بکند، خداحافظی بکند با لشکر. قال، اون لشکر رو میگفت که استودع الله دینکم، یعنی که به الله می سپارم شما را دینتون را، و امانتکم و امانتای شما را، و خواتم اعمالکم و عاقبت کارهایتون را به الله تبارک و تعالی می سپارم. حدیث صحیح، حدیث صحیح است. رواه ابو داوود، این حدیث را ابو داوود روایت کردگی است. و غیره به اسناد صحیح، و غیر ابو داوود این حدیث را روایت کردگی هستند با اسناد صحیح. این حدیث هم همچنین درباره گروه را یا لشکر را یا جماعت را وقتی با اونها وداع میکنی، با اونها این دعا کردن سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مثلا در حقشون دعای نیک کردن. و بعد از این حدیث 716 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی که از انس رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال، میگه آمد مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و پس گفت که یا رسول الله، ای رسول الله، اینی اريد سفرا فزودنی، میگه گفت ای رسول الله، من میخواهم سفر ببرم، فزودنی، پس توشه سفر بده برای من. فزودنی یعنی که توشه سفر بده من را. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت زودک الله تقوا، یعنی که
توشه سفر بدهد الله سبحانه و تعالی برای تو تقوا را. یعنی که توشه سفر تو تقوا است، یعنی در سفرت با تقوا همراه باشی. قال زدنی، باز اون مرد گفت که ای رسول الله زدنی، یعنی بیشتر بده برای من، از این زیادتر. قال و غفر ذنبک، یعنی که الله تبارک و تعالی ببخشد گناهان تو را. یعنی توشه سفرت همین که الله گناهانت را ببخشد. قال زدنی، باز اون مرد گفت که ای رسول الله از اینم زیادتر، باز هم زیادترش کن. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که و یسر لك الخیر حیث ما کنت، و آسان بگرداند برای تو خیر را، یا فراهم بگرداند برای تو الله تبارک و تعالی خیر را، حیث ما کنت، در هر کجایی که باشی. یعنی هر کجایی که می روی، در هر کجایی که هستی، الله تبارک و تعالی خیر برای تو آسان بگرداند و فراهم بگرداند و همیشه با خیر یک جا باشی. باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را علاوه کرد. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و قال حدیث حسن، و امام ترمذی گفتگی است که حدیثی حسن می باشد. خب با همین باب خداحافظی و دعا کردن با دوست و رفیق و با کسی که میخواهد سفر بکند با همین خلاص شد. بعد از این باب نو می درایم. باب نو باب الاستخارت و المشاوره است. باب در مسئله استخاره کردن است، طلب خیر کردن. یعنی که طلب خیر کردن اونه که شریعت برای ما معین کرده است، یعنی که دعای استخاره دارد و اون نمازی که میخونی و بعدش دعاش میکنی و کارت رو حواله به الله میکنی، انا همون عمل رو اجرا کردن، اون رو میگن استخاره. و مشاوره یعنی مشورت کردن، یعنی با اهل دانش، با اهل بگیم معلومات دار، اهل خبره، کسانی که معلومات دارن در یک مسئله، تو میخوای همون کارا بکنی، پیشون میروی و از اونها مشورت میخواهی، از اونها راهنمایی میخواهی در این کاری که میخواهی انجام بدهی. خب این باب در همین مسئله است. اکنون درباره استخاره کردن یا درباره مشورت دو آیت میارد و یک حدیث امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید قال الله تعالی، اولین آیت رو میگه الله سبحانه و تعالی گفته است که و شاورهم فی الامر، یعنی مشورت کن با آنها فی الامر، در کارها. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الله تبارک و تعالی فرمان میدهد که و شاورهم فی الامر، یعنی مشورت کن با آنها در کارها، در کارهای دنیوی، نه در کارهای شرعی. یعنی حلال حرام شرعی با مشورت کار ندارد، یعنی مشورت کرده نمی شود، بلکه کارهای دنیوی، مثلا در حالت جنگ با چی طریق جنگ کردن و خلاصه برای غالب گرداندن مسلمان ها و برای مغلوب گرداندن دشمنان اسلام، اینها مشورت کردن با اون کسانی که در این باره معلومات دارن. الله تبارک و تعالی میگه مشورت کن با اونها. این یکم آیت. آیت دوم و قال تعالی، الله تبارک و تعالی گفته است که و امرهم شورا بینهم، یعنی کار اونها، کار مسلمان ها، کار صحابگان، شورا بینهم، یعنی شورا است، مشورت است در بینشون. یعنی چی کاری که میکنن؟ مشورت میکنن. میگه ای یتشاورون فیه، یعنی که با یکدیگر مشورت میکنن صحابگان یا مسلمان ها. مسلمان ها را یکی از صفاتش این است که باید چی کاری که میکند؟ با اهل خبرت، با اهل دانش مشورت بکند. خب اینجا ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کار مشورت کردگی نیست، مگر اینکه یا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگیم مشورت شدگی نیست، مگر اینکه بعد از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت بگیم مسلمان ها زیادتر احتیاج پیدا کردن به مشورت کردن، زیرا که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش که بود دیگر احتیاج به مشورت نبود. بعد از پیغمبر اکنون مشورت ها شروع شدند. مثلا در خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه که خلیفه گردانده شود، مشورت اینجا شد. و همچنین در اون مرتدهایی که بعد از پیغمبر مرتد شدند، اون را چی شد؟ اون را بگیم مشورت شد. و خلاصه در مسئله میراث است و در مسئله های دیگری که
مشورت شدگی هستند مشورت کردگی هستند صحابگان. اکنون این دو آیت خطی خلاص کرد مسئله را، میگذارد در قسم حدیث که یک حدیث در این باب میارد، حدیث 717. و عن جابر رضی الله عنه قال، میگد که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمنا الاستخاره فی الامور كلها كالسوره من القرآن. میگد که حضرت جابر میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم میداد ما را استخاره، یعنی که استخاره رو برای ما تعلیم میداد فی الامور کلها، در تمام کار، هر کاری کردنی میشیدیم میگه رسول الله ما را میگفت که استخاره بکنید که سورت من القرآن، به مثل یک سوره قرآن برای ما تعلیم میداد استخاره را. میگه یعنی که همچنون یک چیزی حتمی، همچنون یک چیزی لازمی، همین قدر جدی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم میداد استخاره رو. یقولو، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که اذا هم احدکم بالامر، یعنی که هر زمانی که قصد کرد کسی از شما به کاری میخواهد کاری را انجام بدهد، فلیرکع رکعتین من غیر الفریضه، پس باید بگذارد 2 رکعت نماز بخواند، 2 رکعت من غیر الفریضه، این 2 رکعت نماز فریضه نیست، نماز فرض نیست، این نماز نافله، 2 رکعت نماز نافله بخواند. ثم لیقل، پس بگوید، پس باید بگوید این دعا را، این دعا دعای استخاره است. اللهم انی استخیرک بعلمک، یعنی ای بار الها هر آینه من طلب خیر میکنم به علم تو، بعلمک یا از علم تو، من ای الله تبارک و تعالی طلب خیر میکنم. و استقدیرک بقدرتک، ای الله تبارک و تعالی استقدیرک، یعنی که طلبی توانایی میکنم به تو ای الله تبارک و تعالی، بقدرتک، یعنی که با قدرتت، یا که از قدرتت که قادر هستی که من را توانا بگردانی. و اسألک من فضلک العظیم، ای الله تبارک و تعالی من طلب میکنم از تو از فضل و بخشش بزرگی که تو داری ای الله، فضلک العظیم، یعنی که فضل بزرگی که تو داری یا بخشی بزرگی که تو داری ای الله، از اون من طلب میکنم. فانک تقدر ولا اقدر، ای الله تبارک و تعالی تو توانا هستی، تقدیر یعنی قدرت داری، توانایی داری، ولا اقدر، اما من قدرت و توانایی ندارم، من ناتوان هستم. و تعلم ولا اعلم، ای بار الها تو میدانی، ولا اعلم و من نمیدانم. و انت علام الغیوب، ای بار الها تو داننده تمام اسرار و غیبیات هستی که میدانی که در آینده چی میشود. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میگه که ای بار الها این کنت تعلمو، هر آینه تو میدانی، ان هذا الامر خیرا لی، هر آینه اگر این کار خیر باشد برای من، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، و در دینم و در دنیایم، یعنی فی دینی در دینم خیر باشد می کاری میکردگیم، و معاشی و در معیشت و زندگی، یعنی در حیاتم خیر باشد، و عاقبت امری و آخری کارم اگر ای الله تبارک و تعالی خیر باشد. او قال عاجل امری و آجله، یعنی که زود بگردان کار من را یا به تأخیر بگردان کار من را. فقدره لی و یسره لی، پس فقدره یعنی قدرت ببخش، توانایی ببخش برای من برای انجام دادن این کار، و یسره لی و آسان بگردان این کار را برای من که من به آسانی بتوانم این کار را انجام بدهم. ثم بارک لی فیه، پس برکت بده ای الله برای من در این کاری که انجام دادنی هستم. و این کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، و اگر که الله میدانه که هر آینه شر باشد این کار، ان هذا الامر شر لی، یعنی که ضرر آور باشد برای من، زیان آور باشد برای من این کار، فی دینی در دینم، و معاشی در دنیایم،
و عاقبت امری، در عاقبت کارم، آخر کارم اگر شر باشد. او قال، یا این طور پیغمبر میگفت که عاجل امری و عاجلهی، یعنی که زود بگردان این کار من را یا به تأخیر بنداز این کار من را. فصرف عنی، اگر شرکی باشد دور بگردان از من. فصرف یعنی دورش بگردان، منصرف بگردان اون کار را از من، یعنی دورش بگردان اون کار را از من. وصرفنی عنه، و من را دور بگردان از اون کار، یعنی اون کار از من دور بگردان اگر بد است و من را از اون کار دور بگردان. وقدر لی الخیر حیث کان، وقدر لی الخیر حیث کان، یعنی که و قدرت ببخش برای من، یا که وقدر در اینجا به معنی قدرت نیست، به معنی مقدر بگردان، در تقدیری من بگردان. وقدر لی الخیر یعنی که مقدر بگردان برای من خیر را، یعنی در تقدیر من خیر نصیب کن. حیث کان، در هر جایی که خیر باشد، در هر جایی که خیر است ای الله اون خیر برای من مقدر بگردان، در تقدیرم بگردان. ثم ارضنی به، بعد ای الله سبحانه و تعالی راضی بگردان من را به همون کار، به همون کار ای الله من را راضی بگردان. قال و یسمی حاجته، و ذکر میکند حاجتش را، یعنی که همون کاری که میخواهد بکند همون کار ذکر میکند. مثلا تجارت کردنی باشد، یعنی الله در این تجارت اگر که خیر باشد همین دعا را میکند، یا که اگر که زن گرفتنی باشد در زنگیری، ماشین گرفتنی باشد ماشینگیری، اگر سفری طولانی کردنی باشد سفر. خلاصه هر کاری را که نیت کردنی هست، وقتی که دو دیله هست، یا که وقتی که میخواهد طلبی خیر بکند استخاره بخوند، دو رکعت نماز نافله میخوند، بعدش این دعا را میکند و دعا میکند و از پشت عمل میشود. اگر خیر باشد الله سبحانه و تعالی آسان میگرداند، کارش بود میشود. اگر خیر نباشد خب الله سبحانه و تعالی دورش میگرداند، کارش بود نمیشود، باید راضی باشد. بود میشود نمیشود باید راضی باشد، زیرا که استخاره کرده است. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. خب با همین این حدیثی 717 هم به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب استحباب الذهاب الى العید و عیادة المریض والحج والغزو والجنازه و نحوها، یعنی باب در مسئله مستحب بودن رفتن به عیدگاه و بیمار خبر گرفتن و حج رفتن و جهاد رفتن، غزو جهاد رفتن و نماز جنازه رفتن، مانند این کارهایی که است باید به اونها رفته شود. این باب ان شاء الله درسی آینده. این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه به پایان و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.